بسم الله الرحمن الرحیم. الگوی زندگی شاداب از حکمت‌های نهج البلاغه، کلام آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. ای محمد، بگو در زمین بگردید، سپس با تأمل بنگرید که چگونه بوده عاقبت. بدانید این دلها مانند بدنها افسرده می‌شوند. برای شادابی آن از سخنان زیبای حکمت استفاده کنید. اگر نتوانستید به همه آنها سخنان حکمت دست یابید، بدانید دانستن اندکش بهتر از ترک آنهاست. هر کسی سختی‌هایش را آشکار کند خودش را خوار کرده است. حکمت گمشده مؤمن است. حکمت را فراگیر هرچند از منافقان باشد. وقتی نعمت‌ها به سوی شما میاد، با ناشکری آنها را از خودتون دور نکنید. هر که اعمالش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش رو به جایی نمیرسونه. به داد مردم رسیدن و شاد کردن افراد غمگین از کفاره‌های گناهان بزرگ هست. ای بنی آدم، وقتی میبینی خدای بزرگ مدام نعمت‌هایش را به تو میدهد، پس بترس از نافرمانی که میکنی. بترس والله قسم، خدا معاصی را طوری پوشانده که گویی آنها را بخشیده. تحمل مصیبت ها برای کسی که در دنیا زهد دارد، یعنی ساده زیست است، آسان است. هر که امر به معروف کند مؤمنان را پشتیبانی کرده و هر که نهی از منکر کند بینی منافقان را به خاک مالیده. لگد مال شیاطین شود کسی که تردید یعنی وسواس در تصمیم گیری داشته باشد. در زندگی بخشنده باش اما زیاده روی نکن. حسابگر باش اما سختگیر مباش. پاداش در گفتار به زبان، عمل و قدم است. اخلاق نیکو با ارزشترین کرامت خانوادگی هست. از رفاقت با احمق دوری کن، چون میخواد به تو نفع برسونه ولی ضررش به تو میرسه. دوری کن از دوستی با بخیل، چون هر چه که سخت نیاز داری از تو دریغ میکنه. دوری کن از دوستی با فاجر، چون تو را به اندک بهایی میفروشه. قلب احمق در دهانش و زبان عاقل در قلبش هست. ارزش انسان به اندازه همتش هست، راستگوییش به اندازه بزرگیش. موفقیت در تشخیص است و تشخیص با فکر کردن صحیح یعنی مشورت است و فکر صحیح در حفظ اسرار هست. زمانی سخاوت با ارزش است که انسان پیش از درخواست کمک کند. هیچ ثروت مانند عقل و هیچ فقری مثل نادانی نیست. کسی که تو را هشدار دهد مانند کسی است که تو را مژده دهد. وقتی به شما سلام کردند بهتر از آن رو جواب بهشون بدین. اگر به شما کمکی هم کردن بهتر از اون رو براشون کمک کنید. میگن شفاعت کننده همچون بالی است برای پرنده. از بخشش کم خجالت نکشید، چون محروم کردنش بدتر از اونه. نادان شناخته نمیشه مگر به افراط یا تفرید کردنش. قیمت هر کس به اندازه دانایی هنرش و تخصص در کارش هست. کسی از شما نباید امیدی به غیر خدا داشته باشه و از چیزی به جز گناه نترسه. پاسخ سوال رو نمیدونی، از گفتنش نمیدانم احساس شرم نکن. از آموختن چیزی که نمیدانی هرگز احساس شرم نکن. کسی که میان خود با خدا رو اصلاح کند، خداوند میان او با مردم را اصلاح میکند. کسی که خود را موعظه کند از طرف خدا محافظت خواهد شد. خداوند سبحان می‌فرماید بدانید که آزمایش شما اموال و فرزندانتون هستند. خدا رو شکر کنید اگر کار نیکی میکنید و اگر بعد استغفار کنید. خدایا ما رو از آنچه که میپندارند بهتر کن و از آنچه که بیخبریم ما رو ببخش. میگن سرمایه‌ای از عقل سودمندتر نیست. هیچ عقلی مانند دوراندیشی و هیچ چیز بزرگتر از تقوا نیست. هیچ همنشینی مانند خوش اخلاقی و هیچ میراثی مثل ادب نیست. هر که خودخواه باشد دشمن زیاد خواهد داشت. برای هر چیزی زکاتی هست و زکات بدن انسان روزه گرفتن. میگن جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. میگن کسی که یقین به پاداش الهی داشته باشه در بخشش سخاوتمنده. نیمی از پیر شدن انسانها اندوه خوردنه. ایمان را با صدقه، اموال را با زکات و امواج بلا رو با دعا از خودتون دور کنید. طمع
بندگی رو همیشگی میکنه. اگر رئیس همه ارزش‌های اخلاقی انسان تقوا هستش، برای تربیت خودت کافی است از چیزی که برای دیگران نمیپسندی دوری کنی. اینها کلام آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود که در نهج البلاغه